برادری در راه پرسید که تکلیف مرا روشن کن، من همسر دارم، 4 تا فرزند دارم. روزی همسرم از من پرسید که من ترکیه میروم. خب تماشا. گفتم نه ترکیه چرا میروی؟ برای چی میروی؟ اگر یکون روزی امکانیت شود دستم برسد هر دو میرویم. گفت صحبت در اینجا تمام شد. فردای دیگر صبح دیگر بلیط گرفت و ترکیه سفر کرد. کودک‌ها رو با من گذاشت. در اینجا من چیکار کنم؟ چه تصمیم بگیرم؟ گفتم عاقلانه تصمیم بگیر و صبر و تحمل کن. یعنی این خواهرش فکر کرد که آزادی مطلق است، اما خیرت ازلی مادرانه استفاده نبرد، عقل سالم استفاده نبرد، ترک رسالت کرد، ترک مسئولیت کرد. ببین هزارها حادثه های در کم ایستاده است برای انسان. نامعلوم است که 1 ساعت پس چی می شود، 5 دقیقه پس چی می شود. این کودک‌ها را به سرپناه گذاشتن. شوهر در تعلیمات عرفانی قبله زن است، یعنی کنایه از بزرگداشت مقام مرد در خانه است. چون به این سفر ممکن است یکم هفته 10 روز راحت جانش را ببیند، نامعلوم چگونه لذت است، اما لذت زوجیت را ببیند، عیش عشرت کند، راحت کند، بر بگردد. اما برگرد چی را از دست داشت؟ مقدس ترین چیزی که در دنیا داشت. شوهر از دست می‌دهد، اعتماد پدر مادر از بین رفت، آبرو ناموس در خطر است. الا بر این خدای نخواسته اگر با این فرزندا درد سر بیاید، به مادر چیکار میکنن؟ اونم مادر سالمی که گویا اینکه آزادی مطلق است و سفر کرد. این عقل رو در پشت احساسات گذاشتن و دین رو در پشت خرافات گذاشتن است. عامل اساسی پشتکار اله است.